افغانستان امروزی که در زمانی که در 1298 خورشیدی شاه امان الله خان به خاطر رسیدن به قدرت پدر خود را خست کشت و او را قدرت را به دست گرفت، در اون زمانی بود که هندی بریتانیایی در افغانستان حکومت میکرد، یعنی انگلیس ها در افغانستان حکومت میکردند و در اشغال انگلیس بود منطقه. زمانی که امان الله خان پدر خود در 1298 خورشیدی کشت و قدرت را به دست گرفت، اینجا مردم را بر علیه انگلیس ها تحریک کردند که این در عقب پرده تحریک چی بوده، چرا امان الله خان پدر خود کشته، چرا به قدرت آمده، این موضوعات بعدی است که در این مورد صحبت خواهیم داشت. ولی ما میاییم سر از که چرا نام افغانستان از خراسان به افغانستان تبدیل شد. این یکی از دلایل بسیار بزرگش میخوایم برای شما افشا بکنیم که ربطی به اقوام افغانستانی نداره، یعنی به حساب تبدیلی نام یا تغییری نام ربط به اقوام افغانستانی و مردم افغانستان نداره. در زمان امان الله خان در سال 1300 خورشیدی که یک لوی جرگه را اینا در پغمان افغانستان دایر کردند و رسما نام افغانستان را یا نام خراسان را حذف کردند و نام افغانستان را اینجا گذاشتن بالای از